این شب و روزها در اطراف نام مرکز طبی رقم 1 شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه یکم سویتسکی سر و صداها زیاد است. فوتیدن چند نفر در این بیمارخانه که به گفته مقامات از التهاب شش و یا پنومونیا فوتیدن، نام این بیمارخانه را خبرساز کرده است. رفتم направление دادن که برای بانسته خورن. چی به خودشون قبول نمیکنن؟ اینجا کرانتینه. در مرکز طبی رقم 1 دوشنبه یا معروف به یکم سویتسکی حالا بیماران را قبول نمیکنند. تنها آنهای قبول میشوند که با یاری تجلیل آورده میشوند. خواستم که نشان کنم که قبول نمیکنم. اینجا پر شده. فعلا در این بیمارخانه اساساً بیماران التهاب شش یا پنومونیا بستری هستند. نزدیکان بیماران اجازه ورود را ندارند. غذا و داروواری را توسط همشیره‌های شفقت می‌سپارند. رانیماسیونی دارن. با چی شکایت آوردن؟ همین پنومونیا. پنومونیا ساکن دوشنبه. چند سال است مادرتان؟ 60. از این بیمارخانه بزرگ حالا تنها درمانگاه رقمی 7 که در کنارش جایگیر است فعالیت دارد. در دوشنبه بجز از بیمارخانه رقم 1 اینچنین پژوهشگاه گاستروانترولوژی معروف به کلینیک منصوروف نیز کرانتین شده است. در درآمدگاه این بنا طبیبان با لباس مخصوص محافظتی نشستند و بیماران را به داخل راه نمیدهند. با گفته مقامات تا حال در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، اما ظاهرا مقامات برای حالتهای احتمالی پیدا شدن این بیماری آمادگی میگیرند. حتی تالار ورزشی منیج را برای قبول بیماران آماده میکنند.